این بازار مردکاران در شهر باختر در جنوب تاجیکستان است. در روزهای سرد زمستان کارفرمایان کم بوده، تشویش این مردم بیکار بیشتر می شود. نمایندگان مقامات به سراغ آنها آمده اند. با اعلان و پیشنهاد جای کار، اینجا نه تنها مردها بلکه زنان نیز هستند که میخواهند کار خوبی را بیرون از این بازار سرد پیدا کنند. من بیاوان یک کار بتیان، ما همین جا مقصد برم یک جایی گرم نرم همین جای آزاده اینده ما کار کنم و زندگی ما پیش برم. زلول به همین جا اومدگی 4 روز در همین جا میرم، یگان تین فایده نیست به من. پیشنهاد کار در مردکار بازار اکثری کارجویان را خوشحال کرده است. آنها از مقامات منتداری میکنند و تقاضا دارند این تشبث ادامه و نتیجه داشته باشد. همین خیلی کارها شود که اومدن ما تست خبر بگیرن و سو ما را برن همینجا دن سو ما کار کنیم ایامی مردکار بازار ما را خلاص کنن و برن جاهای کار تیان کار کنیم. امروز برای خواهشمندان 500 جای کار پیشنهاد شد. آنها می توانند برای این شغل ها خود را نامنویس کنند. 500 نفر جای کار خالی در جمعیت سهامی پوشیده جنتای دنقره سینسیلو پیشکش مردم نمودیم که بیش از 50 نفر بر راحت صاحب راحت گردیدند. ختلان با زیاده از 3 میلیون اهالی 12115 نفر را همچون بیکار ثبت کرده است. مقامات از برگزاری صدها یارمارکه جای کار خبر می‌دهد، ولی ساکنان میگویند که ماهانه ناکافی و نداشتن اختصاص و آموزش آنها را به مردکار بازار و مهاجرت میبرد.